یه وقتی ممکنه مثلا زن مؤمن و مسلمان هیچ علاقه‌ای به آرایش نداره، ولی اینو بدون ولو تکلفاً که شده برای شوهرت آرایش بکن. و اگر بگیم این نکته رو بگیم که آرایش کردن بلخص زن برای مردش و برعکس به صورت متقابل میتونه عبادت باشه، شاید باورتون نشه، واقعا عبادته. پیامبر علیه السلام به صورت کلی ارتباط زن و شوهر و ازدواجشون و اینکه اون غرایز طبیعی همدیگه رو اشباع بکنن به عنوان اجر معرفی کردن و به عنوان پاداش، برخی از صحابه گفتن که این گونه مسائل که دیگه جزو علایق و خواهش‌های نفسانیه که انسان برای دل خودش این ارتباط رو برقرار میکنه. پیامبر فرمودن علیه السلام اگر کسی از طریق حرام ارتباط رو برقرار بکنه گناه داره یا نداره؟ گفتن بله. گفتن از طریق حلال براش ثواب داره. لذا اگر یک زن یا یک مرد فرق نمیکنه بیاد برای بیگانه تنازی بکنه، فتنه انگیزی بکنه، گناهه، همون زن و شوهر برای خودشون بخوان تنازی بکنن، نمیدونم آرایش بکنن، ایجاد انگیزه بکنن، ثواب داره. اونم در دنیای امروز بخواد زن و شوهر کاری بکنن که چشم همدیگه، دل همدیگه رو پر بکنن نسبت به همدیگه، که همدیگه رو دوست داشته باشن، جذابیت داشته باشن، وقت بذارید. خیلی وقتا زن و شوهر وقت میگذارن اما برای بیرون خونه. مرد ممکنه با دوستا هم نشینی داشته باشه، یه وقتایی از 24 ساعت خودش، وقت فراغت خودش رو بذاره به دوستا، یا تو خونه مثلا با گوشیش ور میره، نمیدونم تلفنی داره صحبت میکنه. چه صحبتای زیبایی مثلا با دوستش، با شریکش، با هر کی هست، اشکال نداره، ما نمیگیم با مردم بد اخلاقی بکن، ولی نوبت همسرش که میرسه نمیدونم از اون حرفا، از اون لبخندها، از اون تبسم‌ها استفاده نمیکنه. زنم به همین صورت توجهش به رفتن در مراسم‌ها و گردش‌ها و تفریح‌ها بیشتر از اینه که بیا جلو شوهرش بشینه آرایش بکنه. اینه که عوامل جذابیت هر چه باشه، به هر گونه‌ای باشه، جزو مسائلی است که زوجین بایستی توجه بکنن.